با تشکر از استاد بوزر، خیلی ممنون از این کار زیباش که واسمون انجام داده. سلام به شما خوبان، ما همیشه می‌کنیم کار سرتاسر دست خودم بود انجامش دادم، تمومش کردم. ببین بچه‌ها لقمه‌شو گیر میکنه و یواش یواش میتراشه اون لقمه رو که یه خورده سفت شد و دقیقاً کرمش رو پیدا میکنه. سلام، امروز اومدم کاربرد تراز لیزر رو برای کرم بستن سقف برای گچ‌کاری بهت نشون بدم. بیا اینجا. استاد ببین داره نقطه گذاری میکنه که برای کرم بندیش. میبینی اول یه خورده گچ میزنه، خب گچ‌ها که زد یه خورده خودش گرفت میتراشه. حالا این لیزر ما روی چی